خب دوستان عزیز، دوستان مهربان، همونایی که در صحیفه ما اعضا هستند و شب روز وقتی نوارهای من دیدن حتما یک چیز مینویسند، رحمتی کلام، تشکر زیاد. گفتنی هستم که یگان چیزو پیام ها من میبیاید، مثلا باز یگان چیزو میبیاید، مثلا خیلی چیزو میبیاید مثلا. گفتنی هستم که جوابش میگویم، خودشم نمیگم چی است، چی در کار است. برای من آبرویم مهمتر است. خب هیچ وقتی خودم برای پول یا که چیز دارویی نفروختیم اصلا. تماما میگم این بدن کسی نمیگم، خود آدم. یعنی آدم خودفروش بسیار گنده است، اول آدم ترسیدن کار است. برای پول خودش میفروشد تماما، یعنی عقلا همش دارویش میفروشد. ما امروز دیده ایستادیم که در صحیفه های گوناگون میبینیم دامن همین روان میکنن اینا ببینید اب خراب دست، اینا ببینید از میلیون جوب دست خودشو فروخته که من چیکار کنم. هست دیگه، هر کس دیگه چی میگه، برای هر کس هم آبرویش مهم نیست، پول پیدا کردنی هستن، زندگیشون در اون موندنی هستن. هر کس هم اصیل نیست، آدمی نااصل در هر جا نااصل است. و چیزایی که من مینویسید جوابش این رو شاید بگیرید. ما اصلا برای پول پیدا کردن یگان بار نام ملتم نفروختیم، حضورم میفروشم، چی نکن. یعنی من خودم که گرفته میگردم نام ملتم، فرهنگم. شب روز دیگه وایش به در اومده صحیفش به دروغ بخصو کرده ایت کارونو میکنه، چی در کار. دیدید که فایدهش نیست، میگن گفتی نکرد ممکن رود، چندین تیش با گفتی نکرد دیگه این تو این کتی آدم بخصم در کار میکردن وقت روانده. باز ما وقتی زیادم ندارم، من مادر هستم، سه طفل خود دارم، یکم درباره اونو فکر میکنم، بعد در اینترنت میبینم. همینم برای حفظ حفاظت خود من، شان ناموس نمیدونم بگویید زیاد است. یعنی من همش دیگه دست گرفتن آبروی خون آدم میباشد، ذات خود آدم میباشد. ما اگر این دست نگیریم که دست میگیرد. همه بولین پول کردن فکر میکنن. ببینید ما این کارا نمیکنیم. اکنون چیزای خیلی جالبی من در دنیا آورده ایستاده، مثلا دکوراتیو چیزای زیورهای خانه همش تاجیکی، زیورهای دستدوزی ها، این کروکتی بند هستم. دروغ یک دوتا لباس برارده این کیمچی بوده است نگفتیم، همش تا یک تا نقاشی و چیزاش که کار کرده ایستاده. آینده نصیب باشد میبینید، فقط دستگیری کنید، پیشروی کنیم، نامه بالاتر برداریم، نامه ذات خودمون بالاتر برداریم.